میپرسند سلام علیکم برادر، میبخشین با جماعت خواندن زنها نماز تراویح را درست است یا نه؟ جواب را پررو گردانید. بله، زنها اگر با جماعت نماز تهجد یا تراویح خوانند در ماه رمضان اجازت است و فقط امام آنها در بین آنها می ایستد. یعنی امام مانند امام مردها در پیش نمی براید و در قطار صف می ایستد، در مابین صف می ایستد. این مذهب امام ابو حنیفه و مذهب امام شافعی و مذهب امام احمد است که زن، یعنی امام زنها باید در بین زنها ایستد. و در همان حالت اینم اگر در خانه باشدم خوب است. اگر در مسجد باشد امام مردها قرائت میکرده باشد و به واسطه مثلا بلندگویک آواز امام به زنها می آمده باشد، به جماعت مردها اقتدا میکند. علال خصوص امروزه بسیار مسجدها دری درآمد زنها را علاهیده کرده است و حتی آشیانه زنها علاهیده هست. با مردها آمیخته نمی شوند و قرائت امام را گوش میکنند. خوب است، لیکن علاهیده خوانند هم اجازت از حضرت عایشه و زنها امامتی کردند در نماز عصر. حضرت ام سلمه مادر مومنین ها به زنها امامتی کردند و وقتی که امامتی میکردند در بین می ایستادند. برای چی؟ زنها باید یعنی که خود را آشکار نکند. یعنی این برای پوشیدن عورت ایشان خوب است که در بین در قطار بایستند. الله اعلم.